بیش از 300 خانواده که نزدیک به خط پرواز فرودگاه نظامی عینی در 15 کیلومتری جنوب و غرب دوشنبه زندگی دارند از قلمرو این میدان هوایی به منطقه های دیگر کوچ داده می شوند. خراجات جبرانی خانه ها از سوی کمیسیون ویژه بیش از 6 میلیون دلار حساب شده است، ولی به گفته یک نماینده این کمیسیون مسئله سرچشمه پرداخت جبران پولی خانه ها حالا در بررسی حکومت کشور قرار دارد. برخی از ساکنان نزدیک به فرودگاه از آن شکایت دارند که هنوز جبران پولی وعدگی را دریافت نکردند، ولی کارهای تخریب دیوار اطراف خانه هایشان شروع شده است. جبران پولی گفتن میتیم، لیکن نمیدونم کی باید جبران پولی بتیه. ما مراجعت کردیم، چند جا مراجعت کردیم، پول مولا میگن که میتیم که میته هیچ که نمیدونه، هیچ که نامده. همین حالت ما غلط دیدیم. ما در فرودگاه موندم و این تریتور ما میمونم. اگه لازم باشه جبران پولی من بتیه، من برام اونجا من خانه سازم. در زمستون ما زیجا میرم از ما. میدان فرودگاه نظامی عینی که زمان شوروی به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده میشد، چند سال پیش با 70 میلیون دلار دولتی هند تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. مثل خانه روشن دهنایف در قلمرو فرودگاه نظامی عینی واقع در حدود ناحیه رودکی 108 خانه بنیاد شده است. مقامات میگویند تا حل شدن مسئله پرداخت جبران پولی خانه های ساکنان تخریب نخواهد شد. ما مردم هیچ وقت بی‌ضابطه نمیکنیم. هیچ وقت این خیلی هست همون آدمای در درون ناراضگی میکنن، دیگر میکنن. این برای وقتی شهری همون ایروپورت هست، همه ما زمین خاطی تامین کردیم، همه چیز کردیم، فقط همون مبلغایی که برای همون بیناشون خانه‌شون باید میدادیم همون حل نشده. به قول مقامات ناحیه رودکی، برخی از خانواده‌ها در قلمرو فرودگاه غیر قانونی خانه بنیاد کرده و زندگی دارند. با این وجود به تاکید آنها حکومت در چند سال پیش به هر عائله 8 سوتیخ زمین در جماعت‌های دیگر داد. اما با ادعای مسئولین 90% خانواده‌ها این قطعه ها را فروخته زندگی را در قلمرو فرودگاه ادامه دادند. مسئولین جماعت میگویند حالا مقامات دیگر نمیتوانند به آنها قطعه های نوی زمین جدا کنند به جز اینکه جبران پولی منزل های آنها را پرداخت نمایند. صاحبان زمین نگرانند که بی جبران پولی در زمین های جدا شده خانه ساختن نمیتوانند.